سلام و وقتتون بخیر بینندگان گرامی و خوش اومدید به بحث امروز. خب بحث امروز ما در مورد روز پیشمرگ کردستان 26 آذر. خب 26 آذر در اذهان ملت کرد طبیعتا جایگاهی نداره. اما وقتی میگیم 26 سرماوز، این تداعی کننده بسیاری از مفاهیم و رشادت هایی که نیروی پیشمرگ کردستان تاکنون از خودش نشان داده. برای بحث در این باره در خدمت جناب کیوان درودی، کنشگر سیاسی هستیم تا به جزئیات بیشتری در مورد رسالت نیروی پیشمرگ کردستان، رسالت اون تاریخی که بر دوش پیشمرگ و چگونگی تأسیس نیروی پیشمرگ، چرا تأسیس شد، چه ضرورتی بود و امروز چه اهمیتی داره موجودیت یا بودن نیروی به اسم نیروی پیشمرگ کردستان. جناب درودی خیلی خوش اومدید. درود بر شما. منم خوشحال هستم از اینکه در یک برنامه دیگر میتونم در خدمت شما و بینندگان تلویزیون کرد کانال باشم. جناب درودی، مسئله‌ای که خب اول مطرح میکنیم برگردیم به ضرورت تاریخی و اون زمینه‌ای که نیروی پیشمرگ کردستان در اون تأسیس شد. چه ضرورتی وجود داشت برای تأسیس نیروی به اسم نیروی پیشمرگ کردستان؟ ضرورت تشکیل نیروی پیشمرگ کردستان برمیگرده به تحولاتی که در اواخر سده 19 و اوایل سده 20 بود و اون هم عبارت بود از ترویج ایده ناسیونالیسم که از فرانسه شروع شد، به سایر کشورهای اروپایی رسید و در نهایت به شرق و کشورهای خاورمیانه رسید. از همون موقع با این تحول در جهان بینی نسبت به مردمانی که در این منطقه و سایر نقاط جهان وجود داشت، دولت ملت هایی شکل گرفت بر اساس این دیدگاه ناسیونالیسم که این دولت ملت ها به ایجاد ارتش های نوین دفاعی برای حفظ و حراست از مرزها و حفظ جان شهروندان و حفظ امنیت اونها بود که در نهایت این ناسیونالیسم در میان ملت‌های خلق‌های خاورمیانه هم گسترش پیدا کرد که در نهایت منجر شد به تشکیل نیروی پیشمرگ کردستان در میان کردها و این مسئله از اون جایی ضرورت پیدا می‌کرد که نه تنها کردها دارای یک دولت نبودن و به تبع اون دارای یک ارتش نبودن و در واقع سازمان‌های امنیتی مشخصی نداشتند و از اون محروم شده بودند. دستوی دیگر این مسئله وجود داشت که این دولت ملت هایی که کردها در بین اونها تقسیم شده بودند هیچ یک کشورهای دموکراتیکی نبودند و به هویت اونها در قانون اساسی اشاره نشده بود، همونطور که در قانون مشروطه که در سال مصوبه سال 1285 در ایران هیچ اشاره‌ای به ترکیب‌های جمعیتی، حالا ملت، ملیت، اتنیک یا قوم، مشکلی بر سر این واژه نداریم. اینجا ما مشخصا میخوایم بگیم که به موجودیت این مردمان اشاره نشده بود، به این تفاوت‌ها اشاره نشده بود و همین زمینه انکار اونها رو ایجاد کرد و وقتی که شما این هویت‌ها رو انکار میکنید، طبیعتاً از لحاظ اداری، سیاسی، نظامی و امنیتی نیز تلاش‌هایی برای کنار گذاشتن اونها از فرآیند سیاسی و انکار اراده اونها انجام میدید. تمامی این تحولات موجب شد که سران جمهوری کردستان تصمیم بگیرن که این نیروی دفاعی رو به نام نیروی پیشمرگ کردستان در واقع تشکیل بدن که این نیرو این رسالت رو داشت که دفاع کنه از مردم کرد در مقابل این تورات، در مقابل این مطامع این دولت هایی که عموما مستبد بودند، دیکتاتور و بعدها توتالیتر شدن. حالا بحث بر سر رسالت این نیروی پیشمرگ که تأسیس شد، چه رسالتی بر دوشش افتاده؟ همونطور که عرض کردم، رسالت پیشمرگ کردستان در ادامه این تحولات بود که مشخص بود و شکل گرفت و اون هم دفاع از مردم کرد بوده در مقابل نه تنها نیروهایی که ممکن هست در واقع سیتیزجو باشن، بلکه در مقابل دولت‌های مرکزی که مدام در مواقعی که ملت کرد خواهان تحقق حقوق خودش بوده، در واقع از ابزار زور برای پاسخگویی و واکنش به این
مطالبات استفاده کرده. بنابراین وجود پیشمرگ کردستان در امتداد تحولاتی که عرض کردم در سده 20 بوده به وجود اومده و همکنون هم ادامه داره. به ویژه در این اواخر شما میبینید که در تحولاتی که در این منطقه وجود داره، ترکیب‌های جمعیتی که در خارج از در واقع هویت حاکم هستند در معرض خطر قرار دارند. به ویژه جنگ داعشی که ما پشت سر گذاشتیم در سالهای گذشته، مثلا نیروی پیشمرگه در اقلیم کردستان بود که تونست که از مردم اونجا محافظت بکنه و دولت مرکزی اساسا نتونست که نقش بازدارندگی رو در مقابل هجمات نیروی تروریستی داعش انجام بده. بنابراین این اقلیت ها باید یک ساختار دفاعی رو برای محافظت و حراست از خودشون داشته باشند، به ویژه به دلیل ناکارآمدی این دولت های مرکزی و بالاخص وجود رگه‌های ناسیونالیستی فاشیستی و دیدگاه های توسعه طلبانه اونها. این ضرورت به ویژه برای ملت کرد که در بین 4 کشور تقسیم شده بسیار بسیار بیش از پیش ضروری هست و این ضرورت حس میشه در حال حاضر. حالا امروز چه ضرورتی داره که یه نیروی به اسم نیروی پیشمرگ کردستان باشه؟ برای بررسی این موضوع هم میتونم به همین تحولات اخیر اشاره کنم. همین رویدادهایی که ما در روزهای گذشته در سوریه شاهد بودیم به خوبی و به وضوح نشون میده که اقلیت ها و اتنیک هایی که خارج از تعریف دولتی هستند و در واقع هویت حاکم نیستند، در مقابل تحولاتی که با خشونت انجام میشه کاملا آسیب پذیر هستند. ما در حال حاضر در سوریه میبینیم که دروزی ها و کرد ها در معرض خطر بسیار زیادی قرار دارند. از یک سو نیروهایی که از طرف دولت های منطقه‌ای حمایت میشه، از یک طرف نیروهایی که با افکار تندروانه و افراطی تروریستی در منطقه فعالیت دارند و از سوی دیگر سازش هایی که نیروها و قدرت های فرامنطقه‌ای در اونجا نقش دارن. همه اینها موجب میشه که این اقلیت ها و این اتنیک ها و این هویت ها در معرض خطر قرار بگیرن، به این معنی که یک نیروی بازدارنده، یک نیرویی که برای دفاع از شهروندانشون داشته باشن ندارن. برای همین وجود نیروی پیشمرگ کردستان در مقابل هیچ طرف و در واقع هویت دیگری تعریف نشده، بلکه بر این اساس بنا شده که از در واقع در مقابل دسترازی ها و در مقابل هجماتی که با هدف آسیب رساندن به شهروندان و در واقع هویت اونها هست تأسیس شده و این رسالت رو تاکنون ادامه داده و ادامه خواهد داد تا روزی که در واقع یک دموکراسی پیگیر و در واقع جای به نظر قابل اتکا در منطقه وجود داشته باشه و حقوق ملت کرد در این کشورها تحقق پیدا کنه. و مسئله بعدی اهمیت و بگیم جایگاه نیروی پیشمرگ کردستان در اذهان ملت کرد و کردستانیان. بله، این سوال هم سوال بسیار به جایی است. ببینید، نیروی پیشمرگ کردستان از ابتدا یک نیروی بوده که در داخل شهرها و مدنی تشکیل شده و بیشتر بعد اداری و سیاسی داشته، فکری داشته تا اینکه نظامی باشه. اما به مرور واکنش دولت‌های مرکزی و نوع برخورد اونها و امنیتی سازی مسئله کردستان موجب شده که پیشمرگ کردستان بیشتر به لحاظ نظامی شناخته بشه و فعالیت کنه. اما از اساس ماهیت این نیروی پیشمرگ کردستان علاوه بر این که برای حفاظت از جان شهروندان بوده و حفاظت از مردم کردستان بوده، در واقع در شهرها و لحاظ مدنی و برای اداره شهرها بوده. این رو چه در دوره جمهوری کردستان در سال 1324 و چه در دوره‌ای که احزاب کردستان در سال انقلاب 57 در داخل مردم بودن به وضوح می‌بینیم و می‌بینیم که ابتدا این نیروها سازماندهی نیروی پیشمرگ در واقع تشکیل کمیته ها و اداره شهرها بوده و از این لحاظ با جنبش‌های مدنی کنونی کاملا سازگار بوده. اما این نوع برخورد حکومت ها بوده که باعث شده که در کشورهای دیگر هم به همین شکل بوده، باعث شده که این نیرو در واقع در مقابل این
هجوم ها از نیروی نظامی استفاده کنه، از خودش دفاع کنه. اما باید تأکید کنم که همچین چیزی، این دفاع ها در ذهن مردم کردستان کماکان هست و خواهد بود و در آینده هم ممکن است نقش بیشتری هم داشته باشند. اما باید از تمام راههایی که منجر میشه که این نیرو در اداره و سیاست پردازی و سیاست گذاری تاثیرگذار باشه، این راه ها پیدا بشه و به شکل مسالمت آمیز و دموکراتیک این مسائل حل بشه و نیروی پیشمرگ کردستان هم همون ماهیت اصلی خودش رو که بیشتر در بعد فکری اون، در بعد اداری و سیاسی اون برجسته میشه ایفا بکنه. بنابراین مردم کردستان هم در حال حاضر که در یک جنبش بزرگ هستیم و جنبش جنگجویان آزادی کماکان ادامه داره، باید گفت که نیروی پیشمرگ کردستان علاوه بر اینکه نقشی در سازماندهی و حرکات مردم در سطح خیابان ها داره، علاوه بر اون میتونه یک نقش بازدارندگی رو در مقابل در واقع برای حمایت و حفاظت از جان شهروندان در آینده ایفا کنه. و باز هم تاکید میکنم ما باید امیدوار باشیم و تلاش کنیم که این مسئله طوری حل بشه که نیاز نباشه که بار دیگر ما شاهد درگیری های خونین و جنگ هایی در کردستان باشیم و این کاملا به واکنش طرف هایی بستگی داره که حکومت مرکزی رو نمایندگی میکنن و آیا اینکه میخوان یک دموکراسی پیگیر در ایران وجود داشته باشه و اینکه بار دیگر دنبال پیروزی یک حکومت توتالیتر دیگر توسط طلبی و تمامیت خواهی هستند. امیدواریم که پیشمرگ کردستان رسالت تاریخ خودش که عبارت است از پشتیبانی و حمایت از حقوق ملت کرد و ایجاد یک ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در کردستان در آینده ایفا بکنه. جناب درودی، رسیدیم به پایان برنامه. خیلی ممنون از حضورتون. اگه یه جمع‌بندی داشته باشیم در مورد برنامه امروز که در مورد جایگاه نیروی پیشمرگ کردستان و اون رسالت تاریخیش بود، یه جمع‌بندی داشته باشیم، جمع‌بندی شما چه خواهد بود در مورد نیروی پیشمرگ کردستان؟ به عنوان جمع‌بندی باید اشاره بکنم که در حال حاضر جنبش کردستان فراگیرتر از گذشته شده و آگاهی ملی و آشنایی به حقوق خودشون در بین مردم کردستان نسبت به قبل بسیار بسیار بیشتر و چشمگیرتر هست. بنابراین بسیار بسیار جای امیدواری است که ما در آینده بتونیم به یک وفاق ملی در داخل برسیم و این وفاق ملی رو پایه به عنوان یک مبنا قرار بدیم در برخورد با تحولاتی که ممکن است در داخل روی بده. همونطور که اشاره کردم، رویکرد نخست و اساسی این هست که ما به عنوان ملت کرد در کنار سایر هویت‌ها در ایران به طور مسالمت آمیزی در کنار هم زندگی کنیم و به طب نیروی پیشمرگ کردستان هم نقش نخست رو در این تحولات ایفا خواهد کرد، چه به لحاظ سیاسی و فکری و چه لحاظ اداری چه لحاظ امنیتی. اما ما باید این رو در نظر بگیریم که با توجه به بازیگرهای مختلفی که در این منطقه وجود دارند، چه بازیگرانی که در واقع به عنوان نیروهای پراکسی برخی دولت‌های منطقه تلاش میکنن که ما رو نفی و انکار بکنن و چه به عنوان بازیگرانی که فرامنطقه‌ای هستند و تحولاتی که ممکن است از سوی دولت‌های مرکزی بار دیگر دست به برخوردهای قهرآمیز با مطالبات مشروع بزنن، ما باید بار دیگر این تمهیدات رو در نظر بگیریم و این رو فراموش نکنیم که در گذشته چه برخوردهایی با ملت کرد انجام شده، چه کشتارهایی انجام شده، چه تعدی‌هایی انجام شده و بر همین اساس این رو در نظر بگیریم که باید یک نیروی دفاعی به عنوان نیروی پیشمرگ کردستان، یک نیروی فراگیر پیشمرگ کردستان از همه نیروها در آینده ایفای نقش بکنه و این تضمینی باشه برای فعالیت‌های مسالمت آمیز و جنبش‌های مدنی که در حال حاضر بسیار بسیار قدرتمندتر از گذشته است. مبنای ما همین هست که باید همین باشه که در آینده به صورت فراگیر این نیروی پیشمرگ رو حفظ بکنیم، اما این رو فراموش نکنیم که بیش از هر چیز باید این جنبش‌های فراگیر مدنی رو به پیش ببریم و سعی کنیم این مسئله رو در حدی دموکراتیک و در چارچوبی که بر اساس سازش و عقلانیت باشه پیش ببریم با تمام ترکیب‌های جمعیتی دیگری که در ایران وجود داره. خب خیلی ممنون از حضورتون جناب درودی. منم خیلی ممنون هستم از شما و
سپاسگزارم از اینکه بار دیگر فرصتی رو در اختیار من قرار دادید. خیلی ممنون، متشکرم. و بینندگان گرامی، این بود بحث امروز ما. همچنان هم که مهمان گرامی اشاره فرمودن، نیروی پیشمرگ کردستان جایگاهی داره در دل جامعه کردستان، در اذهان ملت کرد، که علتش هم برای این میگرده که نیروی پیشمرگ کردستان برخاسته و برآمد خاص و اراده مبارزاتی ملتی تحت عنوان ملت کرد. این بود بحث امروز ما. خدا نگهدار.